تا سه چیز دیگه میگم. یکمین چیزی که میخوام که فهمید، کدوماتون یکم بار خانه دانش برفتگی بودیتون؟ یکم بار بودیتون منیم؟ значит دیگراتون نبودید، نمیدونید اونجا چی های. وای خانه دانش همین بیبلیوتک من ساختگی برای بیزنسمن. پول نه، همین بیبلیوتک وای برای بیزنسمن هایم. اونجا با شما هم میابید کتاب درباره продажа، مارکتینگ، استراتژی، لیدرство، بیزنس پروسس، همون ساحه‌ای که شما با درکار های، لیتراتور های. و شما همون خیلی سپیشال نساختگی که همون کتاب خودتون گریدو کارگراتون قطعی خونده ابسوجدت کنه. اگر که شما 20 کتاب خونتون اهمی خونه دانش 20 فهمیش شما بیزنس با کاردینال ندیگه میشه. علم شما درباره بیزنس تماما دیگه میشه. نه که همه چیز پدرت خوندن ضرور ندارد، ضرورت نیست. شما باید که همون کتابای خونید که همون بیزنس شما با به حد فایدهش است. فقط همون کتابای خونید. همون کتابایی که برای شما به حد ضرورش است. مثال دیدید که продажа слабе، درباره продажа گرفته خونید. همون عدل продажа یاد دید. دیدید که مثال لوجستیکا слабе، هوا گرفته خونید. منیجمنت слабе، منیجمنت بخونید. دیدید که учет کنترل слабе، درباره فینانس گرفته خونید. اونجا با بسیار کتابای باقوته. همین بیبلیوتکی که من ساختگیم در خانه دانش در تاجیکستان نمیابید این کتابا. نیست این چیزا. و اگه که آموختید ریال نشما با قوت میشه. من بعضی وقت خودم میگم که یک دو ماه در همین بیبلیوتک محکم کرده خودم همونجا همه‌اش خونده برام یک بار اسپید نمیکنید عمر کم. نکی اینا همه‌اش خوندن در کار و به هر چیزای خوب ده چیزای ضروره. من برای شما شرایط ساخته استادیم اکن دلش خطاهاتون کردناتون در کار. وظیفه من شما با شرایط ساختن عدالش حرکت کرده استفاده برید، خونتون آموزتون استفاده بریدتون. بعد هر هفته همون ویای میگذارد، هر خیل محفلا میگذارد، همون محفلا با حرکت کرده участвовать کنیتون. چون که اونجا تجربه یک دیگر نقل کرده گوش کردن، دیگر ساها با ترینینگ های فرزنداتون رای کنید، عائله هاتون رای کنید. فکر شما قطعه کدوماتون میخواستید که فرزنداتون توانا شود؟ نه؟ فرزند توانا خوب کو. اکادوماتون میخواستید که عائله شما فهمد و کمتون کار یاد گیرد. اگر کمی عائله خانه بشتن گیرد و کار نفهمد قطعی وای نیچم گوارید. استا شما رزن آدمو شده میمونید. ابسولوت نرزنم با فقط در همین عائله قطعی درباره چیگه میزنی کودکا گوشنه نیان، یگون جاشون کسل نیست، خونت با نو های، همه چیز های، تو اسمان همین گپای وای سرای بیتابوخه. دیگه یگان چیز دیگه نمیموند. برای همه قدر برای که زندگی شیرین باشد عائلتون برابر خودتون یک چی آموختنش در کار، پیش برفتنش در کار. اگر عائله پیش بنرود شما با اینترست نشدن میگیرد. بعد میبینید که زندگی تو مشکل میشه یک روز نه یک روز. ما یک چی میگم ده شما با همین مرد اتمسفر میسازد. مرد همین تریتوری خودش با اتمسفر میسازد. همین معنی سرش قطع انرژیتیک خودش قطع. باید که همون اتمسفری که مرد میسازد هوا با زن همون اتمسفر مهر و محبت قطعی پر کردن تواند. من شما باید همچون پسیخولوگ میگم اگر که همین زن همون اتمسفر پر کردن نتواند مهر و محبت و چی قطعی البته دیگر زنی پیدا میشد که قبط این مرد با همون چیزا پیدا میشد که پره میکند. خاطراتون نبرادین چی؟ چرا که اگر که وای زن کار کردن نتوان البته دیگر زنی پیدا میشد که همین کارا میکنه. چرا که وای مرد همون چی نمیرسد ده هوا چی با رنگ همین قوت است که زورش نرسیده میگیره. بعد میبینید که یک روز نه یک روز زندگی ویران شد و دیگرگونی پیدا شد. برای همه قدر عائله هاتون تربیت کنید. چرا که فرزندها عزیزن و وقت تربیت کردن در کار. همون اگر که خواهید که یک آدم آموزید مرد آموزید مرد نه که وقتی که زن آموختید زن همه عائله تربیت میکند. مضمون گپ ما فهمیدید؟ وقتی که من شما درس میتیم من کلا باوری دارم که شما زن و فرزنداتون با 10% من گفتگیم ممکن نگویید. 90%ش خودتون کلاتون میدارید و خودتون دیگرگونی میکنید. نه که اگر کمی زنتون گوش کند
همه میرد و همه اویله و گفتم میگرد شما به میگود فرزند به میگود دادر و خواهرش به میگود همسایه به میگود این چی گفته گفت یک تا زن علم تیده و همه اویله تربیه میکند برای همون اگر که شما خواهید که فرزند با عقل و توانای زیرک داشته باشید اویلهاتون خونونید کدوماتون دیده استودید که همین بعضا مردم ما ذهنش کنده کار سرفهم نمیرد دیده استودین یک بار میگویی دو بار میگویی میخواهد کردن لیکن همون فهمش سستره همین دیده استودین عکس چی بای میدونین عکس که نمو زنا نمیخوانن زنا علم دادن در کار هم علم این دنیا هم علم آخرت هر دوش آموختنش در کار ویا اگر نآموزد فرزند تربیه کردن نمیتونه چرا که فرزند مادر برای فرزند یک مدرسه فرزندی مادرای من شما بیرون در هستیم فقط این شب اون شب میبیایم رنگ گستینسه میبید کو گستینسه برین میبید خواب میکنین میخیزین میره اینم همون خیلی برین برامون و فرزند بسیارتر مادرش تربیه میکند نسبت پدر برای همه قدر اویله هاتون با یاردم کنید دستگیری کنید اویله هاتون با که ویا با فهم باشن با علم باشن با عقل باشن چقدر اویلتون همون کار شما کردگی فهمد و همون کار شما کردگی با توجه کند و همون مدت با شما با هم یاردم کردن میتاد همون مدت با شما با یگون ایده های خوبش دادن میتاد دقت کنید خداوند زن با اینتویتسیا دادگی اینتویتسیا حسیات اینتویتسیا предвидение مرد با لوگیکا دادگی عقل مرد عقلش کار میفرماد زن اینتویسیش کار میفرماد شما خاطراتون نبراد شما باید که اینتویسی زن استفاده بردن توانیتون اگر این شما استفاده بردن نتونید وای عیب شما وای عیب بیچاره نه چرا که جمعیت ما همین خیلی شده که ما سریاز قبول نمیکنیم اویله ها این نشونه همون جمعیت عقب رویش جمعیت پیشرفته باید این قدر کنه خدمتش به قدر کنه این به حد ضروری چی بعد میبینید که وای فرزندم دیگه شدن میگرد چون که مادرش و تربیه کردن میگرد فرزندم فرزندی با عقل با فهم کلون شدن میگرد آسان میشه شما با آسان میشه این یکمین چیزی که میخوام که گویم دوم چیزی که میگم حرکت کنید که همین کیسی کتاب من خانه تو پیدا شد همین کیس همون کیس کو коробка هوای پیدا شد خانه شما یک تاش امروز میخونید یک تاش پگاه میخونید بعد از یک ماه میخونید یک اون کتاب دیگه نه که وقتی که وای کیس در خانه شما هست شما یک روز نه یک روز وای میخونید من این چیزا درک کردم بسیار وقت چرا که شما مجبور میشید که نگاه کنید این یک چیز خوب است که همین بهترین استاد همین کتاب یگون وقت خفه نمیشه در شما کتاب طاقت کرده میستد کی کنسا شما این با وقت جدا میکنه این بهترین استاد است که انتظار شده میستد نه که وقتی که این پیشتون با استودن گرفت چشم بزدن گرفت شما یک روز نه شما میخونید یا شما میخونید یا دادرتون یا فرزندتون یا مادرتون بعد میبینید که است احاله دیگه شده میگرد یک تا شاگرد دارم من فرخ نامی وایک است از تاشکند زندگی میکنن حاضر با پیشتر سمرقند زندگی میکرد 3 سال پیش از این همین کیس اویلش گرفته میبرد از گوجوی الماتوم یا گوجوی سمرقند گرفته میبرد با همین خانه به میستن همین است یک سال میگذارد یک سال هیچ کی نگاه نمیکنن با یک وقت همین سال نمیشد و همین خیلی یک کس پدرش کسش میگفت این چی باشد میکشد و یک تا کتاب خوندن سر میکنه همین پدرش میخونه یک تا کتابو وقتی که دسترخوان میشینن گفتن سر میکنن یک هفته پس هم کتابو یک تاش دست مادرش به یک کس دست دادرش به یک کس دست خودش به همین ویس کیس تقسیم میشه با همین فرخ من گفت که معلم بین 15 روز به همه اویلمو همین کیس خواند نه که یک سال همونجا به استاده بود کتاب کیس بعد 15 روز به همین اویلا یک کسی نشه یک کس باشه نه که هر بگو ابسوژدنی بعد اومد من گفت که معلم همین کتاباتون حیات اویلی ما پول نستو دیگه کرد نه اینکه یک منه همه اویلا ما دیگه شد مادرم پدرم شما با سلام این گفته همین خیلی وای اومد برای همون من گفتنیم که شما با این شما یگون وقت ضرر نمیکنید شما یگون وقت آدم ندیدید که کتاب خوندن بی عقل شده باشد یا که کتاب خوندن خطا کرده باشد و افسوس خورد شما یعنی وان نمیخورید این خیلی آدم برای من یار رفیقتون با دادرتون با خشت بارتون با
دین رجدینش اسمه تویایمه همین کیسه گرفته پدرکا کنه بهترین پدرکا تلفن نتیتش تلفن همین خنوش تو بعد از 2 سال نیست کستون بروگ نتیتش کستون بروگ نظرش به میتوباد بعد از 1 سال 2 سال نیست درست می لوبوی چیزی که ماشین تیتش هم که ماشین جای اینه نمیگره شبا که این یک تا دادرتون مثال کستوم تیت خودش میپوشد همه خیلی نه که وقتی که اینه داده ویس احالش آیلش دیگه میشد زندگی ویس همش دیگه میشد برامون بهترین رفیقتون بگوی گوش کن تو همین کتاب تبریک تو با خی یگون وقت در کارت میشه ممکن فرزندت میخوند یا دادرت میخونه یک کس میخونه همین خیلی کاری کنید که گرد و اطرافتون رو تربیت کنید